سرخط مهمترین خبرها: روسیه اکنون به مهاجران تاجیک نفقه می‌دهد. دادرسی که حکم سفید صادر کرده بود بازداشت شد. و امریکا یک شرکت ازبکستانی را برای دادگرفت تجاری با روسیه تحریم کرد. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 30 ایون است. دومه دولتی روسیه سازشنامه درباره تقسیم نفقه میان تاجیکستان و روسیه را تصویب کرد. همکنون بعد امضای این سند از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با مهاجران تاجیک که در روسیه کار میکنند نفقه داده می شود. این سند ماه سپتامبر سال گذشته در شهر دوشنبه امضا شده. ماه اپریل پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرده بود. اما دادن نفقه برای مهاجران یک شرط اساسی دارد. دلمراد دولتزاده سردار آژانس سقراطی اجتماعی و نفقه تاجیکستان 2 ماه قبل در جلسه پارلمان گفته بود از این پس روسیه و تاجیکستان وظیفه‌دار خواهند شد به شهروندان همدیگر که در قلمرو دو کشور کار کردند نفقه بدهد. او افزود طلبات برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته اندازه اجتماعی داده باشند. در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده مالیات سپردند ولی هنوز نمیدانند که با آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنها نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا اندازه اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقت بازنشسته شدن نفقه آنها در وطن چی می شود؟ رستم سید احمدزاده دادرس 43 ساله دادگاه ناحیه باباجان غفوروف روز 29 ایون در دوشنبه دستگیر شده است. در حال حاضر شرح مقامات دسترس نیست. یکی از نزدیکانش گفت مفتشان دادستانی کل او را به دیده‌ور دانسته رسانیدن خبری بر دروغ گمانبر کردند. به اطلاع منبع 1 هفته پیش کاتبش نیز بازداشت شده بود. نام رستم سید احمدزاده سال پیش و بعد آنکه نسبت یک ساکن ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشار ماند رسانه‌ای شد. در تاجیکستان که مقامات دادگاه‌ها را آزاد و مستقل می‌شمارند اما سازمان‌های بین‌المللی پایبند حکومت می‌دانند حکم سفید خیلی کم صادر می‌شود. آن زمان کلیه تخصصی دادگاه عالی تاجیکستان سید احمدزاده را به ویران کردن انتظامی کاری گناهکار دانست و آگاهی داد. خویشاوندان رستم سید احمدزاده ادعا دارند که او را روز 29 ایون ماموران ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت کردند. یکی از همکاران رستم سید احمدزاده گفت او بر اساس قسم 2 ماده 346 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ در مورد صادر شدن جنایت گمان بر دانستند اما تفصیلاتش را نمی‌داند. این بند قانون تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. مقامات در این باره شرحی ندادند. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان از مرگ 69 نفر بر اثر غرق شوی در دریا و رودهای کشور خبر داد. به اطلاع کمیته این آمار در 6 ماه امسال ثبت شده است و میان جانباختگان اکثریت کودکان و نورسان هستند. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله این موضوع را پیگیری کردند. این زن نبیره‌های خود را برای آببازی به کولی جوانان شهر دوشنبه آورده است. میگوید این کول یگانه جای رایگان برای شناوری است. کولی ورزو باسکو بچه بود. ورزوفسکا اوزی را میگفتن. اونجا هم به پول بود. اونجا هم همه خیلی شرایطش بود و نیکی و چه فهمانم از اونجا بهتر کردگی بهتر کردگی و تلویزیون دیدگی شرایطی که اونجا بس اینجا بنیست. لیکن اینجا به پول که هست کودک‌ها می‌داریم نظارت کردی آبوزی میکنم با وقت شناخت میکنم با خونه میریم. با تفسان شدن هوا در تاجیکستان ساکنان از جمله نورسان و جوانان خود را به کل و دریاها میزنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند. ولی هر سال در این ایام خبرها از مرگ ساکنان میرسد. مقامات میگویند آنها در جایهای ممنوع بدون رعایت قاعده‌های پیش بینی شده هنگام آببازی غرق شدند. سال گرمی بروقتر آمد. تحلیلایی که ما چندین سال میگذرانیم معین کردیم که بیشتر در همین موسم آببازی سر شدن ماهای مای، ایون، ایول، آگوست بیشتر همین حادثه با قید میگیرن. برای چه هوا گرم میشد مردم بیشتر لبی همین سایل ها میرن. لیکن باید قید نمود که باید در اون جایی که معین شدگی مردم باید همونجا
دیگر مثال باسین ها هستند، حوض ها هستند که برای شناوری اجازه داده شده، کل ها هستند که اجازه داده شده. در همه مرکز های ولایت ها شهر دوشنبه چنین مرکز های و حوض های و یایی که برای شناوری معین شده است مقرر گردیدند، ولی مردم نزد ساحل های دریاها میرن، کاریرها میرن مثال، یا که نزد کانال ها میرن که کانال ها عموما برای آببازی منع شده است. در چند سال اخیر در دوشنبه مرکزهای گوناگونی برای آببازی ساکنان تأسیس یافته است، ولی هیچ کدام از آنها رایگان نیست. طلبات روز تا روز زیاد شده ایستاده است. нархумаи мо вобаста ба қад аст. то 90 сантиметр ройгон аст, аз 90 то 140 сантиметр 20 сомон аст, аз 140 боло 40 сомон ки нархума аз соли 2017 то ин ҷониб омада рафта истода. برخی مرکزهای دیگر که برای آببازی پیش بینی شدند، برای وارد شدن تا 170 سومانی مبلغ لازم است. ساکنان نرخنامه مرکزهای آببازی را گران عنوان می‌کنند. هست آدمایی که شرایط ندارند و باید نرخشون دسترس باشن به آدما. در حکومت شهر دوشنبه و کمیته جوانان و ورزش حاضر نشدند که مسئله شرایط برای آببازی و شناوری ساکنان را شرح دهند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. سیل در اسفره به زیاده از 50 خانه ضرر رسانده است. مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفتند آفت طبیعی به 10 انشاءات اجتماعی نیز آسیب رساند و 3 کیلومتر راه را ویران کرد. سیل روز 26 ایون آمد. در نوارهایی که کاربران رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که کوچه های جماعت واروخ در زیر آبند و ساکنان تلاش دارند اشیای خود را بیرون کشند. در یک ماه اخیر دست کم 4 دفعه سیل به دهه و شهرهای ناحیه‌های دوردستی تاجیکستان ضرر رسانده است. ضرری که همه ساله از حساب روی دادن آفت‌های طبیعی به وجود می‌آیند از میلیون‌ها سومانی گذشته است. امریکا شرکت پروم کامپلک لاجستیک ازبکستان را شامل رویخط تحریم‌ها کرده است. در این باره سامانه دپارتمنت دولتی امریکا روز 28 ایون خبر داد. دپارتمنت دولتی ایالات متحده میگوید پروم کامپلک لاجستیک به شرکت رادیو اتوماتیک روسیه برای دور زدن تحریم ها کمک و میکروسخیم فروخته است. در خبر دپارتمنت دولتی امریکا آمده است تحریم شرکت ازبکستانی هشدار به همه شرکت های دیگر در سراسر دنیا است. همکنون همه دارایی های شرکت پروم کامپلک لاجستیک در امریکا حبس می شوند و شرکت امریکایی با پروم کامپلک لاجستیک تجارت نمی کنند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 30 ایون را فرا می گیرد. 30 ایون سال 2014 گروه خودخوانده دولت اسلامی در عراق خلافت اسلامی اعلان کرد. این سازمان در تاجیکستان و اکثر کشورهای دنیا ممنوع و افراطی اعلان شده است. از تاجیکستان هم صدها نفر برای جنگیدن در صف این گروه به سوریه و عراق رفته‌اند. 30 ایون سال 2012 حکومت برنامه رشد زبان تاجیکی را برای 4 سال آینده تصویب کرد. مسئولین کمیته زبان گفتند که هدف اصلی پاک کردن زبان ادبی از قالب‌های صنعی و لهجوی سالهای اول شوروی است. 30 ایون سال 2016 منصبداران تاجیک دستور رسمی گرفتند که فطری روزه اشان را بر اساس رویخط مخصوص به عائله‌های کم بضاعت داده از نتیجهش به دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان گزارش می‌دهند. در یک دستور حکومت به مقامداران تاکید شده است که جریان سپردن صدقه فطری منصبداران را کمیته دین نظارت می‌کند. قرب دلاری آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه کم پایان رفته، ارزش روبل به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی 177 سامانه ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 960 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 3 ایون چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید رسیدیم. اگر خبر یا نظری دارید می توانید به ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.